سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز اومدیم با آموزش این سنگ جذاب. اگر دوست دارید تا آخر ویدیو دنبال کنید تا آموزش رو کامل یاد بگیریم. خب دوستان، اولین کاری که باید انجام بدیم یه مربع ترسیم کنیم. زمینش رو مشکی میکنیم کامل. خب دومین کاری که انجام میدیم میایم یه سری خطوطای ماربل ایجاد میکنیم با ظرافت و دارویی. فشار دستمون باید کم باشه، خیلی فشار وارد نکنید. یه سریاشو برمی‌داریم پررنگ‌تر می‌کنیم که مشخص‌تر باشه. حالا با یه مداد سفید کروم یه بار دیگه از روی بعضی خطوطای تیره تر پررنگ‌تر که سفیدترن مجدد میکشیم تا سایه بندازه. اینجوری ما یه کاشی ماربل داریم. اگر خوشتون اومد خوشحال میشم لایک و سابسکرایب کنین. به نظر شما چطور شده توی کامنت ها حتما بهم بگین. خدا نگهدارتون.